امروز اومدیم نحوه راه اندازی فنس الکترونیک توی دستگاه‌های NVR هیکان رو بهتون آموزش بدیم. توی مرحله اول دوربین مد نظر رو اد می‌کنیم. ما اومدیم یه فضای شبیه سازی از انبار براتون آماده کردیم و می‌خوایم فنس مجازی رو روی این فضا براتون توضیح بدیم. برای فعال سازی فنس الکترونیک از قسمت اینتلیجنت وارد تنظیمات هوش مصنوعی میشیم و دوربین مد نظرمون رو برای فنس مجازی انتخاب میکنیم. با توجه به دوربین قابلیت هایی که میتونیم توی این صفحه فعال کنیم و میبینیم. برای فعال سازی فنس الکترونیک گزینه الکترونیک فنس رو فعال میکنیم. از قسمت ستیک وارد تنظیماتش میشیم. در مرحله اول در قسمت جنرال یا عمومی. در این قسمت میتونیم با استفاده از پیش‌فرض‌ها فضای مورد نظرمون رو تعریف کنیم یا از قسمت آل ریجن کل فضای دوربین ما انتخاب میشه. به طور مثال ما چون قفسه سمت راست برامون مهمتره، حاشیه فنس مجازیمون رو روی این قفسه میکشیم که اگر کسی نزدیک قفسه و وارد کادر قرمز ما شد، دستگاه به ما هشدار بده. گزینه انیبل رو فعال می‌کنیم. با فعال کردن اوورلی آلارم لاین خط فرضی ما در پخش زنده نمایش داده می‌شود. گزینه اوورلی تارگت باکس. هر فردی وارد تصویر ما بشه به عنوان هدف کادر فرضی دورش کشیده میشه. گزینه بک‌گراند. در صورت آلارم تصویر کانال به صورت فول اسکرین نمایش داده میشه. میزان حساسیت رو میتونیم از گزینه سنسیتیو انتخاب کنیم. آلارم مود. برای دستگاه تعیین میکنیم که با توجه به موقعیت بای پوزیشن یا ورود و خروج فرد غیر مجاز بای دایرکشن به کادر ما آلارم رو فعال کنیم. در اینجا میتونیم به دستگاه زمان بدیم که اگه فرد غیر مجاز بیشتر از 5 ثانیه به طور مثال توی کادر ما موند برای ما آلارم بفرسته. در قسمت تارگت مشخص میکنیم که هدف ما انسان یا وسیله نقلیه باشه. در گزینه اسکیژوال میتونید برنامه زمانی برای فعال بودن آلارم بدید. آل دی برای همیشه یا گزینه کاستومیزیشن به صورت سفارشی. در گزینه تنظیمات مشخص کنید چه روزهایی فعال یا غیر فعال باشه. مثلا جمعه ها 12 شب تا 16 عصر غیر فعال باشه. گزینه اپلای رو انتخاب کنید. وارد قسمت IPC اکشن یا واکنش دوربین نسبت به آلارم بشید. گزینه تریگر آلارم اوتپوت رو داریم که اگه فعال بشه توی دوربین‌های پلیسی چراغ پلیسیشون روشن میشه و دوربین‌هایی که خروجی آلارم دارن خروجیشون فعال میشه. در قسمت تنظیمات تعیین میکنیم خروجی دوربین برای چه مدت فعال باشه. گزینه کیپ آن. خروجی به صورت دائمی فعال میشه. کاستومیزیشن تایم رو به صورت لحظه‌ای فعال میکنه، مثلا 5 ثانیه. گزینه اودیو اوتپوت برای دوربینایی هست که خروجی صدا دارن. ما میتونیم از قسمت تنظیمات تعیین کنیم در صورت هشدار صداهای پیش‌فرض پخش بشه یا با گزینه کاستومیزیشن متن مورد نظر رو وارد کنیم تا با صدای زن یا مرد در لحظه آلارم پخش بشه. البته ما در برنامه انتقال تصویر امکان اینو داریم که صدای مورد نظر خودمون رو ضبط کنیم و برای دوربین بارگذاری کنیم. گزینه بعد تعداد دفعاتی هست که در لحظه وقوع آلارم صدا پخش بشه. گزینه ولوم رو داریم که حجم صدای دوربین رو مشخص میکنه و گزینه اسکیژوال برنامه زمانی خروجی صدای دوربین، مثلا فقط روز، فقط شب یا همیشه. گزینه لایت آلارم رو داریم که موقع وقوع آلارم باعث روشن شدن وارم لایت های دوربین میشه. در بخش تنظیمات مشخص میکنیم که وارم لایت ها به صورت دائم روشن بشه یا به صورت چشمک زن و مدت زمان روشن شدن رو مشخص میکنیم. با فعال کردن گزینه سند مسیج تو اپ در صورتی که انتقال تصویر دوربین به صورت مجزا انجام گرفته باشد، هشدار برای برنامه انتقال تصویر فرستاده می شود. گزینه اپلای رو بزنید. وارد قسمت NVR اکشن یا واکنش دستگاه میشیم. با انتخاب گزینه لایو تصویر کانالی که آلارم توش رخ داده
به صورت فول اسکرین نشون داده میشه. با فعال کردن گزینه بازر دستگاه هنگام هشدار بوق میزنه. گزینه ایمیل رو فعال کنید. در صورتی که برای دستگاه ایمیل تعریف کرده باشید، هشدارها برای ایمیل شما ارسال میشه. گزینه سند مسیج تو اپ رو فعال کنید تا اعلان‌های هشدار روی برنامه انتقال تصویر ارسال بشه. در قسمت ریکورد مشخص می‌کنیم در صورت وقوع آلارم کدوم کانال‌ها شروع به ضبط کنه. در قسمت اسنپ شات مشخص می‌کنیم که در لحظه آلارم از کدوم کانال‌ها عکس فوری گرفته بشه. در قسمت پی‌تی-زد اکشن در صورت داشتن دوربین گردان دستورالعمل واکنش این دوربین رو تعریف می‌کنیم. در قسمت لوکال وایس صدایی که در زمان وقوع آلارم در محل توسط تلویزیون یا اسپیکر متصل به دستگاه پخش میشه رو میتونیم مدیریت کنیم. در این بخش میتونیم از پیش‌فرض‌ها استفاده کنیم یا با انتخاب کاستوم صدای دلخواه خودمون رو تنظیم کنیم. وارد تنظیمات میشیم و در این قسمت با استفاده از گزینه تکست تو اسپیچ میتونیم متن رو به گفتار تبدیل کنیم تا با صدای زن یا مرد پخش بشه، یا از گزینه میکروفون اینپوت صدای مورد نظر خودمون رو ضبط کنیم، یا در آخر گزینه ساوند فایل ایمپورت میتونیم صدای مورد نظر خودمون رو به صورت فایلی با USB برای دستگاه بارگذاری کنیم. گزینه اپلای رو انتخاب میکنیم. فنس مجازی فعال شد. وارد بخش نمایش زنده شوید. با ورود فرد غیر مجاز به محدوده فنس ما بعد از گذشت مدت زمانی که معین کردیم آلارم فعال میشه و واکنش های دوربین و دستگاه صورت میگیره. دستگاه بوق میزنه، وارم لایت دوربین به صورت چشمک زن فعال میشه، خروجی دوربین فعال میشه، اعلام و عکس هشدار روی برنامه ارسال میشه. و در قسمت اطلاعات آلارم، فیلم، عکس، نوع آلارم، تاریخ و ساعت دقیق ثبت میشه و میتونیم ویدیو اون لحظه رو مشاهده کنیم. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.